Hey guys, how you Let's doing؟ go. خوش اومدیم به ویدیو جدید. امروز اومدیم با آرزو یه ویدیو خیلی متفاوت بگیریم. ویدیو گسر ایج چالنجش رو تو یوتیوب زیاد دیدین. امیدوارم که این ویدیو لذت ببرید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بریم که ویدیو رو داشته باشیم. Let's go. آرزو به نظر این چند میخوره سنش؟ بذار دقت بفرمایم. چه عکسش انقدر کوچولو موچولو افکت مفکت نداره؟ یه همچین حسی کردم یه لحظه. آره چشماش یه افکت جوریه داره. انگار که این آره افکت اسنپ اسنپ چت انگار عکس. خب اگه با این اعتصاب کنیم که با اسنپ چت گرفته باشه ممکنه 25 سالش باشه، ولی اینجا مثلا 21 داره نشون میده، 20 نشون میده. 25. هر کی آره. نزدیک‌تر بگه دیگه. میگم 22. 22. آره. اوکی. الان میبینی 18 سالشه. بذارین چند سالش بود؟ 34 سالش بوده. فلم کن بابا. 34 به چرا؟ قرآن اینا ریل ایج زده. نمیخوره. 34. 25 بهش میخوره. خیلی کیوت و کوبولی بود. یا خدا. خب باختیم جفتمون. نه دیگه تو چند بار نزدیک‌تر جون بودی. داریم؟ تو 25 بودی، من 22 بودم. یکیش تو. از اونجوریه. آره. اوکی. خب این یکی به نظر خب. چنده؟ این مادریه برای خودش فکر کنم. نه ممکنه آرایش نداشته باشه، عکس گرفته باشه. یا شاید هم خسته باشه عکس گرفته باشه. اینم میخوره هست. بهش 35. به نظر من 30 تا 35. 41. 35. 51 سالشه. دیدی گفتم 51 سالشه. نایس. یک. خب یک. آره خب. نایس. این این بعدی. یکی چنده؟ این خانم یکم چهرش دوره، کمی کاش تصویر نزدیک‌تر میشد می‌دیدم بذار قشنگ. یکم زوم کنم روش. آره. دیگه خیلی زوم شد. میخوره متن 28 تا 30 بهش میخوره. آره. به نظر من. ولی به نظر من 30 و مثلا 4. 33. خب بزن ببینیم چیه. تو گفتی چند؟ مطمئنم این دفعه من درست گفتم. من گفتم 28 تا 30 بهش میخوره. خب 28 میزنیم ببینیم چند میده دیگه. ولی به نظر من 33 34. چرا داری مقاومت میکنی؟ سالش بود. 33 28. دیدی گفتم 28 تا 30. تو گفتی 33؟ تو نزدیک‌تری. من گفتم 28 تا 30. آره تو نزدیک‌تری. 2-1. یا خدا. نمیتونم درست تشخیص بدم ولی فکر میکنم بالاتر باشه سنش. مثلا میخوره بهش محدوده 40 38. ولی به نظر من 45 46 میخوره. نمیدونم ابروهاش مال خیلی نه قدیمه. خیلی رفتی بالا. بزن بزن ببینیم چنده. تو میگی 40؟ آره 38 شده. 30 سالش بود. دیدی گفتم 3-1 تو. دیدی نوبی. خب این خانوم بهش جوون میخوره. 25 تا 30 بهش میخوره. 25 تا 30 ولی آیفون 5S دستشه. یعنی فکر میکنم عکس مال قشنگ جوونه. 10 سال پیشه. 5S. آره راست میگی 5S. اون موقع شاید 18 سالش بوده. خب تو عکس ربطی نداره. الان در حال حاضر رو میگه. نه فکر کنم تو عکس رو بخوایم بگیم 20 به نظر من 24. 23 24. آره میخوره 24 23 25 توی مرتبه. 24 بزنیم. 23. 3-2 بالاخره درست گفتی. جان. بله. حاج قاسم. بین من و حاج قاسم کدوم انتقام یادمون افتاده؟ بتمن حاج قاسم. به نظرم حاج قاسم قوی تر از بتمن. این بنده خدا. نه میخوره سنش متو 30 28 30 25 25 به بالاه. به نظر من راحت 25 بزن. 23 بخوره به نظر من. 25 بزنیم. 25 که شده بزن اونا رو. اونا چیه؟ یاده یکی از بچه‌ها تو کامنتی افتاد مثل شنه. 24 بود. دیدی گفتم نزدیکه. 4-2. ای خدا الان میوازیم به چخ میریم. 50 میخوره بهش. 50. تو میگی چند؟ به نظر من 47. بزن 47.
چند میشد؟ 50 و 47. 50 47 50 47. وای خدا 55. دیدی گفتم 5-2. تو ببین این ویدیو اومدم که تو رو مجازات کنم و بروم من. بله اینا Let's go. این دختره تو عکس بهش میخوره 18 تا 24. ولی طوری هم شاید که 22 عکس باشه. گرفته به نظر من میخوره مثلا 21. یعنی یه همچین 20 چیزی تا می‌خوره. 25. 22 بزن. 22 میزنی. 24. خدایا دیدی گفتم خدایا دیدی گفتم 6 تا خدا. نوبی تو حدسه. خیلی بده. شبیه خانمایی بودش که راکستار گیتار میزنه. آره یاده اونا افتادم. خب این خانوم نمیخوام مسخره کنم ولی دماغش رو شبیه دماغ اختاپوسه. اصلا هم شبیه دماغ اختاپوسی. دماغ اختاپوس اینجوریه. معذرت میخوام این چیز خره. میدونستی که اصلا اون خب. دماغ نیست. خب یکم بچگی تو پس خراب چیه؟ کنم. No! God, please, no! No! دماغ نیست؟ پس نه. چیه؟ چرا شلوارو نمیپوشی؟ واقعا؟ جدی اون اختاپوس 7 تا پا داره، اون یه دونه پا نیست که بهش میگن 8 پا، اون پا نیست یکیش. بابا جدی مگه دارم میگم به قرآن تخم فکته. میذاره. آقا اختاپوس تخم میذاره. تخم ریزی بالاخره یه میکنه. عملی انجام میشه که اون مادهش تخم میذاره. آبزیه. بالاخره عمل تخماشو میریزه بیرون. تخماشو میریزه بیرون، ماده میاد جمع میکنه. بیرون. دقیقاً از کجاش میریزه بیرون؟ از تو دماغش میریزه. یعنی اون دماغ نیست. آفرین دیگه. اینم که از این. کل بچگیمون به چخ رفت. ول. خب این چند میخوره؟ به نظر من 33. ترکون نمش 28. یا 28 یا 30 تو مای محدود دیگه. نداری 40 سالشه. اصلا فکر نکردم 40 سالشه. فکر کنم دروغ میگه. من گفتم 33، گفتم ترکوندمش 33. من اعتراض دارم، این داره دروغ میگه. خب این عزیز بذارم من 6-3 میتونم سن شدیم. آقایون رو خوب تشخیص بدم. 6-3 احساس کنم تو شدیم. تشخیص سن آقایون خوب باشم. 6-3 آره. آقایون یکم عمیق‌تر نگاه کن. به نظر من میدونی 38 سالشه. نه چشاش داره میگه 38 سالمه. نه اتفاقا 40 سالشه قشنگ. 41 40 ریشاشو زده بیبی معلومه. اون که 100%. ولی چند 40 محدوده 40. 45. وای 7 دیدی؟ چرا؟ دیدی گفتم. خب با گول خوردی دیگه، به خاطر اینکه ریشش زده بود گول خوردی به همین راحتی. من خودم مردم، من خودم ریشا رو میزنم 7-8 سال میام پایین‌تر. نوبی دیگه. حوال دایم How am I؟ 38 35 تا 38. به نظر من 28 تا 32. بزن ببینیم چی. بزن 28 ببینیم چی. سی باش 25. یس پشما. یس 7 بودیم یا 6 بودیم؟ 7-3 بودیم شدیم 7-4. ماشاءالله. من همیشه یادم میره وسطش یه ادیتور باید خوش بیاد. آره. حال دایم How am I؟ به نظر من این خیلی تینیج میخوره، یعنی دوروبر 23 24 تهش دیگه بهتره کنه 25. این قشنگ یه مادره. چجوری تشخیص میدی؟ این 45 تا 48 حداقلشه. نه مادر شاید هم بیشتره. شاید هم 48 تا 50. محدوده 40 تا 50. ترکون دیا. من میگم 20 تا 30، تو بگو 40 تا 50. حله؟ برو 30 میزنیم ببینیم چی میشه. تو رو قرآن 30 باش 31. دیدی گفت نایس. ولی بهش نمیخورد. 7-5 سلطان کامبک های نامنظم. اگه من تو رو مجازات نکردم آرزو صبر کن.
باختی تموم شد دیگه. اون شد 12. ایناست که بده. ای وای ای وای خب چی دوست داری مجازات بشی؟ اصلا سر و ته وایس یکم خون به مغزت برسه. خب فرضی تو این ویدیو از دست میدیم بچه‌ها. دیگه مرزی نداریم. یا میتونی دراز نشست بزنی، میتونی شنا بزنی، یکی رو دیگه انتخاب میتونی کن. هر پیاز چی بخوری، خودت. میتونی سس تند بخوری. منو بازه. دست خودته. نه سس تند زیادی لوسه، خوشم نمیاد. اتفاقا یه میتونی سس زنگ دارم. بزنی که از دوستای صمیمیت امتحانش کنی به این واسه، چی بگیم؟ ولی خب من یه بگی سس چرا دارم. پای سرم حرف زدی. البته آه. پسرا اینجوری نیستن، بجاش بگی آره. شنیدم دوست دختر داری؟ نه کراش نداری؟ نه طرفی که میخوای زنگ بزنی دوست دختر داره؟ معمولا سینگلم ولی میتونم با دوست دخترشم پیدا کنم. 4-5 تا سینگل جمع شدیم دوره هم. آرزو اینجوری نگاه نکن. زنگ بزن بگو من حاملم. بذار ببینم. نه یه همچین چیزی مشابهی میخواستم بگی پیدا کنم. نمیدونم. جایی میخوایم برین بگی قرار کنسل کردی الکی، آها اتفاقا بعد داشت آره. باور میکرد بگی، بعد داشت باور میکرد بگو سلام کن به یوتیوب. آره اتفاقا هفتش از چیز گرفتم، اتاق فرار گرفتم. بریم. خب حل دیگه، همینو زنگ بزن. بذار پس من برم گوشیو بیارم. ببین آیا ولت میکنه، فکر میکنه واقعا کنسل شده یا باور نمیکنه؟ فکر نمی کنم باور نکنه، چون از تو سایت گرفتیم. یعنی اصلا فکر نکنم باور کنه. چون باور نکنه کنه سوتی دادم، دست پامو گم کردم اصلا. نه حله. بذار پس من یه لحظه برم گوشیو بیارم. باشه. ای وای ای وای. بذار شمارش رو پیدا کنم. محمد اینو زنگ بزنیم. امروز هم اتاق فرار گرفتیم. اتفاقا ساعت فکر کنم 12 بود بهش زنگ زدم گفتم گرفتم پاشید بیایید. خب به نام خدا. ایناست که بد. صدا میاد درست؟ آره اوکی. سلام خوبی؟ چطوری محمد؟ قربونت فرچم. محمد میگم آجی امشب کنسله، من نمیتونم بیام اتاق فرار رو. چرا؟ یه داستانی پیش اومد نتونستم اصلا. یعنی بعد همینجا بمونم. چی شده؟ نه بعد بمونم خونه. یه اتفاقی حالا افتاده بعدم برات میگم. اگه شده بخون. نه اوکی خودم حلش صداش میکنم. نمیاد. دهن مار کن بگو چی شده؟ زن آیفون چیز خاصی نشده. نمیدونم چجوری بگم. حالا بذار دیدمت بهت میگم. زن اگه آیفون. چیزی هست قد بیاد کمک این کاری میشه بکنی. ها نه اوکی خودم حلش میکنم. ای خدا فرمی دهن مار کن. نه اوکیه خیالت راحت. آقا بذار بیاین دنبالت. بذارین داستان چی درستش کنی. آجی کلا خونه نمیتونم بیام بیرون. چرا اگه؟ حالا یه اتفاقی افتاده دیگه. باشه حالا ما باز بهت زنگ میزنم. باش. فقط محمد به یوتیوب بگو سلام کن. سرویس بابا ریدم تو قیافت. ریدم تو اون قیافت. ببین بگو میبینم. چنل یوتیوب تو، اون سیستم تو، خود تو، اون ظرف غذا که جامونه تو ماشین محمد رو میکنم تو چونه. آقا وای شانس آوردم. میخواستیم بگیم من حاملم. شانس آوردم. آره باشه بذار پس بعدم بهت زنگ میزنم. خوبه دوستای خوبی داری، قدرشونو بدون، حرفاتو باور میکنن. نمیدونم صدا و قشنگ باورت اومد یا دارن. نه. اولش میگو چیزی شده بگو یکم بیای. وسطش میگو الان میام بگو چی همین. شده.
آره. بچه امیدوارم تا اینجا ویدیو لذت برده باشین. اونجا که فرزین نوبه نمیگه این تیکه آخرشو من جای فرزین میگم و منم کوین فورست هستم. امیدوارم لذت برده باشین از این ویدیو. میبینمتون تا ویدیو بعدی. چنل آرزو یادتون نره. ماش به کلای تک تکتون. پیس اوت. پیس بای بای. الان ساب بکن چنل الان ساب